سؤال أخير يقول: هل يعذر من يطوف بالقبر أو يفعل شيئا من وسائل الشرك بالجهل، أي إذا كان جاهلا أن ما يعمله شركا؟ أرجو التفصيل. هذا فيه أولاد للعلماء بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، هم أهل الفترات قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء فيهم كلام لأهل العلم وامتحنون. لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول القرآن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله بعث الرسول وأنزل القرآن، فهل يعذر المشرك إذا لبس عليه كان يطوف بالقبور ويدعوها من دون الله ويذبح، لكن لبس عليه علماء الشرك فصار مغطى عليه الحق ولا يبصر الحق ولا يعلم بسبب تلبيس علماء السوء الذي يلبسون عليه ويحسنون له الشرك. قال بعض العلماء إنه يعذر في هذه الحالة، ولكن يعامل في الدنيا معاملة المشركين، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسلم على المسلمين في مقابرهم، وفي الآخرة أمره إلى الله، حكم الفترات. وهذا هو الذي ذهب إليه الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، قال لا نكفر أحد حتى تقوم عليه حجة. وقال آخر من أهل العلم إنه لا يعذر أحد بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول وأنزل القرآن، والقرآن يتلى والنصوص واضحة في بيان الشرك والتحذير منه، فلا يعذرون. هما قولان لأهل العلم ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم. وعلى كل حال قال من يقول إنه يعذر يقول في الدنيا يعامل معاملة المشركين، بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم ولا يتصدق عنه ولا يحج عنه ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة. أما في الآخرة أمره إلى الله. وفق الله جميعا لطاعته ورزق الله جميعا وصلى الله على محمد وعلى الله. مهربانی کنید شیخ عبدالعزیز الراجحی حفظه الله یکی از علمای کبار اهل سنت و الجماعت هستند که کتاب‌های زیاد نوشته و ما همه طالب علمانی که محققین هستند میفهمند که از حقیقت با خبر بشوند و کتاب‌های شیخ و به صحبت‌های شیخ عبدالعزیز الراجحی بازگردند، این مسائل بنا زیاد صحبت گفته شده. به شیخ سوال میشود، شیخ میگه که به شیخ سوال میشود که شیخ حفظك الله تو را حفظ بکند، کسی که واقع میشود به شرک او مفته میشد به شرک اکبر را انجام میدهد، کفر اکبر را انجام میدهد، آیا ما میتوانیم که او را کافر و مشرک بگوییم یا که جهل عذر است و نمیتوانیم که او را مشرک بگوییم به عینش؟ شیخ بارک الله فیکم میگه که در این مسئله علما دو قول گفتند. در مسئله اهل فطرت، یعنی پیش از آمدن پیامبر، خوب دقت بدید، یعنی پیش از آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم او کسایی که از اهل فطره بودند آیا اونها جهنمی هستند یا جهنمی نیستند؟ علما دو قول گفتند و قول راجح همین است که میگه کسانی که پیش از پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند از مشرکین اینها البته که جهنمی هستند به گفته خود پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما بعد از آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم، بعد از نازل شدن قرآن، بعد از اینکه پیامبر آمدند و بعد از اینکه قرآن نازل شد، دیگر جهل عذر نیست. اما امروز کسانی هستند که خود را مسلمان میگویند و شعارهای اسلام را انجام میدهند، اما به سبب علماء السوء، به سبب علمای شر و بد، آنها چی شدند؟ آمیخته به شرک اکبر شدند، شرک اکبر را انجام میدهند. شیخ خودش میگه که آیا این چنین انسان‌هایی که دعوای اسلام را دارند هل یعذر بالجهل، آیا اینها به جهل عذر داده میشوند؟ میگه که نه، اینها به عذر جهل داده نمیشن. در دوامش میگه که در این مسئله علما دو قول گفتند. خوب دقت بدید، اهل ارجاء دو قول این علما را نگیرند به حکم دنیا، بلکه شیخ میگه که علما دو قول گفتند. قول اول همین است که کسانی که در این دنیا شرک اکبر را از سبب جهل انجام دادند، اینها در این دنیا مشرکند، اینها را نماز جنازه کرده نمی شود، ششته نمی شود و دفن قبرستان مسلمان گرانیده نمی شود، اما اینها حکمشان اهل فترات است، یعنی در روز قیامت امتحان می شوند. و این است عقیده محمد بن عبدالوهاب میگه. قول یکم همین است. قول دوم این است که میگه لا یعذر لا فی الدنیا ولا فی الاخره. قول دوم همین است که بله، خوب دقت بدید، یکی از قولای علمای اهل سنت همین است که هر کسی که خواه به سبب شرک باشد، خواه به سبب علم باشد، فرقی ندارد در کدام حالت باشد، در این دنیا اگر شرک را انجام بدهد میگن هم در این دنیا و هم در آخرت کافر است و در روز آخرت هم این به جهنم میرود. یعنی دو قول است میگن. قول سبوکش رو ما هم گرفتیم و قول سبوکش رو محمد بن عبدالوهاب هم گرفتن که کسی که جاهلانه شرک را کند در این دنیا مشرک است، در روز قیامت امتحان میشود. و یک قسمی از علما گفتن که در آخرت هم امتحان نمی شود اگر چه جاهل باشد. بارک الله فیکم. و این سخن شیخ واضح است.